السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مخاطبین ارجمند، این صوت آقای عتیق الله اثری را بشنوید، بعداً صحبت میکنم. برادر محترم، ما میگیم که تقلید در اسلام نیست. شما چیزی گفته میتونید در این مورد؟ این آقا با صراحت گفت که در اسلام چیزی به نام تقلید وجود ندارد. تقلید به این معنی است که یک کسی نمیتواند مسائل شرعی را از آیات قرآنی و ارشادات نبوی صلی الله علیه و سلم استنباط بکند یا به دست بیاورد. الله متعال در قرآن عظیم الشان با صراحت فرموده است که بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر نمیدانید از اهل علم بپرسید. یکی از علمای سلفی ها به نام محمد بن صالح العثیمین در کتاب خود به نام مجموع فتاوا و رسائل ابن عثیمین نوشته است که تقلید برای کسانی که به درجه اجتهادی نرسیده اند فرض است. درجه اجتهادی به این معنی که یک نفر نمیتواند مسائل شرعی را از آیات قرآنی و ارشادات نبوی صلی الله علیه و سلم بگیرد، یا علمیت ندارد که حتی آیات و احادیث را خوانده نمیتواند و یا ترجمهشان را نمیداند، یا این دو را میداند اما نمیفهمد که قول راجح کدام است و مرجوح کدام میباشد، قوی کدام است و ضعیف کدام میباشد، ناسخ کدام است و منسوخ کدام میباشد. چنین نفری باید که از یک مجتهدی پیروی بکند. امین را تقلید مینامیم. ابن عثیمین امین را لازم دانسته و دلیلش از امین آیت مبارکه است که من قبلا خواندم. اما کسی که نه خودش میداند و نه هم از دیگری سوال میکند، مثل آقای عتیق الله اثری، این نفر گمراه میشود، گمراه هست. حالا برای شما معلوم میکنم که این آقا چقدر علمیت دارد. این صوت را بشنوید. لا اله الا الله. شنیدید که این آقا تا به هنوز کلمه خود را صحیح خوانده نمیتواند. لا اله الا الله را میخواند، لا اله الا الله. دوباره بشنوید. لا اله الا الله. من بارها بیان کردم که همچون اشخاصی باعث زوال و از بین رفتن دین میشوند. در صحیح البخاری آمده نبی کریم علیه السلام فرموده اند دین به یک بارگی از بین نمی رود. جهال و مردم نادان شروع به فتوا دادن می کنند و باعث می شوند که دین از بین برود. باز هم صوت دیگر ایشان را بشنوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. حدیث نبوی علیه السلام بدین طور می باشد من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، یعنی هر کسی که الله متعال برایش اراده خیر داشته باشد او را فقیه در دین می کند. اما این آقا چطور می خواند؟ می گوید من یرید الله معاذ الله من ذلک خیرا یفقهه فی الدین. مفهوم کاملا تغییر می کند. آنچه را که این آقا می خواند فاعل مفعول می شود، یعنی هر کسی که برای الله متعال اراده خیر داشته باشد الله را معاذ الله من ذلک فقیه در دین می کند. یعنی این آقا طوری می خواند که پروردگار نمی داند، بنده او را می فهماند. دوباره باز هم بشنوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. واقعا جای تأسف است. اگر کسی حدیث نبوی علیه السلام را قصداً اینطور اشتباه بخواند، من حکم کفرش را صادر می کنم. اما چون که این آقا جاهل است و علمیت کافی و کامل ندارد، لذا می گویم مرتکب گناه کبیره شده است. چرا؟ چون که نبی کریم علیه السلام فرموده اند من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، یعنی هر کس برای من قولی را نسبت بدهد که نگفتم جایگاه خود را در جهنم آماده بکند. وعید ذکر شده. قاعده این است
هر عملی که در موردش وعید و عذاب ذکر شده باشد گناه کبیره می باشد. و جالب این است که این آقا ادعا می کند که قرآن و حدیث را می داند و برای صدها نفر در گروهات فضای مجازی فتوا می دهد و حتی مردم این آقا را استاد عتیق الله یسری می نامند، شیخ عتیق الله یسری می نامند. در فیسبوک صحبت می کند که حتی یک عالم دین را هم مد نظر نمی گیرد، می گوید همه گمراه هستند و فقط من موحد و مسلمان و راه یافته هستم. ببینید کسی که حتی کلمه خود را صحیح خوانده نمی تواند در خواندن ارشاد گوهربار نبوی صلی الله علیه و سلم مرتکب چنین اشتباه بزرگی می شود. و حتی من آیاتی را از این آقا شنیدم که اشتباه می خواند. چطور می تواند که مسائل را از آیات قرآنی و ارشادات نبوی صلی الله علیه و سلم استنباط بکند؟ جای هزاران افسوس است که 4 جوان بچه‌ای که حتی حدیث را صحیح خوانده نمی‌توانند امروز خود را مجتهد می‌نامند. به رقابت با عذراتی همچون ائمه 4 رحمت الله علیهم پرداخته‌اند. بیان می‌کنند که ابو حنیفه حدیث را نمی‌فهمید، شافعی نمی‌فهمید و من می‌فهمم. جالب است، تو از کجا می‌دانی؟ آیا دین اینطور آسان است که هر کس و ناکس بیاید فتوا بدهد و مسائل دینی را حل بکند؟ هرگز. والله من حیران ماندم به حال چنین اشخاصی که با نام دین تیشه بر ریشه مسلمانیت مردم میزنند. الله متعال همه من و شما را از گزند چنین اشخاصی در امان داشته باشد. امین ثم امین.